الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امام نووی رحمت الله علیه در کتاب ریاض الصالحین در باب صبر روایت 27 را این گونه آغاز می کند که می گوید وعن ابی سعید سعد بن مالک ابن سنان الخدری رضی الله تعالی عنه. روایت 27 از ابو سعید خدری هست. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه که اسمش سعد ابن مالک ابن سنان بوده، یکی از اصحاب بزرگوار رسول الله صلی الله علیه و سلم. ایشون تعریف میکند که چند نفری از انصار آمدند پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و طلب کردند یک چیزی رو، مال خواستند و گفتند یا رسول الله ما فقیر و نیازمند هستیم، به ما کمکی بکن. رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزهایی رو به ایشان دادند و دوباره سوال کردند. دوباره رسول الله صلی الله علیه و سلم هر چیزی رو که بود به اون فقرا و مستمندان انصار دادند. و بعد از این که رسول الله صلی الله علیه و سلم تمام مواردی رو، چیزهایی رو که در اختیار داشت، مالی رو که در نزدیکی ایشان بود و مال ایشان بود، اینها رو صدقه داد و تقسیم کرد در میان انصار. بعد از این ایشان فرمودند که ما یکم من خیر فلن ادخره عنکم، هر مالی رو که پیش من باشه و ثروتی رو که من داشته باشم در اختیار من باشد، من آن رو از شما دریغ نمی دارم. مال شما هست، وقتی که من داشته باشم، بیت المال چیزی داشته باشه، من اون رو دریغ نمی کنم، برای خودم نگه نمی دارم در بیت المال، آن رو به شما خواهم داد. منتها رسول الله صلی الله علیه و سلم در اینجا توصیه می کند که اولاتر و بهتر برای فقرا و مستمندان این هست که خویشتن‌داری بکنند، این هست که وجهه خودشان را، حیثیت خودشان را، آبروی خودشان را حفظ بکنند. سوال کردن از دیگران، دست دراز کردن پیش بندگان الله کار درست و شایسته ای نیست. در روایات اومده کسانی که دست درازی می کنند، یعنی دستشون دراز هست پیش مردم، همیشه طلب می کنند بده بده، عادت کردند تکدیگری رو، رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند که این افراد روز قیامت در حالتی می آیند که چهرهشون گوشت ندارد، از بس که آبرویشون و حیثیتشون رفته و وجهه خودشون رو خراب کردند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند و من یستعفف یعفه الله، هر کسی که خودش را عفیف و پاکدامن بگیرد، هر کسی که حیثیت و آبروی خودش را حفظ بکند، الله متعال او را حفاظت خواهد کرد، عفاف و پاکدامنی را به اون عنایت خواهد کرد، موفق می شود در زندگیش، مشکلاتش حل می شود، روزگارش می گذرد. و من یستعفف یعفه الله، هر کس که عفاف را و عفت را در پیش بگیرد، یعفه الله، الله متعال رو کمک می کند. و من یستغنی یغنه الله، و کسانی که خود را غنی بدارند، کسانی که بی نیاز بدانند خودشان را، چشمشون به دست مردم نباشد، الله متعال اونها را غنی می گرداند. هر کسی که قلبش غنی باشد، قناعت داشته باشد در قلب خودش، غنی هست. امام شافعی رحمت الله علیه می‌فرمایند که اگر تو در قلب خودت قناعت داشته باشی، فانت و مالک الدنیا سوا، تو و پادشاه دنیا با هم دیگر برابرید.
اما کسی که قناعت نداشته باشه، قلبش فقیر باشد، حرص و طمع داشته باشد، اگر دنیا را هم به اون بدهی بازم فکر میکند که فقیر هست، بازم فکر میکند که بدبخترین انسان هست. بنابراین انسان باید تا جایی که میتواند خویشتن‌داری بکند، مبادا دست خودش را پیش دیگران دراز بکند، خودش را غنی بداند، رضایت داشته باشد به آنچه دارد، قناعت بکند. هیچ انسانی این ارزش را و این جایگاه را ندارد که تو پیش اون بروی و دستت را دراز بکنی. اگر همین اندازه که پیش این بنده الله تو دستت را دراز کردید، سرت را خم کردید و ازش تقاضا کردید که به تو کمک بکند، مطمئناً اگر صادقانه از الله متعال میخواستید، الله متعال درهای رزق را بر تو میگشود. و فرضاً اگر الله متعال تو را امتحان کرده باشد با فقر، با تنگ دستی، این یک امتحان هست. رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند که اون کسانی که عفت رو در پیش بگیرند، حیثیت و آبروی خودشان را حفظ بکنند و از دیگران سوال نکنند، الله متعال یارشان هست، توفیقشان میدهد. و هر کسی خود را غنی بداند، بی نیاز بشمارد از آنچه در دست مردم هست، الله متعال او را غنی میگرداند. در جای دیگر میفرمایند که از آن چیزی که در دست مردم هست زاهد باش. ازهد فی الدنیا یحبک الله. از دنیا دل ببر، دنیا رو در قلب خودت جا مده، محبت دنیا رو نداشته باش، الله تو رو دوست می‌دارد. و از آنچه در دست مردم هست زاهد باش، بی توجه باش به آن، یحبک الناس، مردم تو را دوست می‌دارند. انسان هرچند ثروتمند باشه، اون کسی که شما پیشش رفتید و دستت رو دراز کردید، هرچند ثروتمند باشه، الله متعال بهش رزق و روزی و ثروت زیادی رو داشته باشه، اما وقتی که تو بروی دستت رو دراز بکنی، اون یک نوع کرهی، یک نوع در واقع عدم رضایتی از تو در قلبش باقی خواهد ماند. پس بنابراین هر کسی که خود را غنی بدارد، الله متعال او را غنی میگرداند. و من یتصبر یصبره الله. این مطلبی هست که با عنوان باب سازگار هست. و من یتصبر یصبره الله. کسانی که صبر را پیشه بکنند، کسانی که به زور بخواهند صبر بکنند، من یتصبر، صبرش تمام شده، کاسه صبرش لبریز هست، اما باز هم بر خودش فشار می آورد و صبر می کند. قبلا عرض کردم که صبر سخته، تلخه، سوز و حرارت دارد، مشقت دارد، سختی دارد. اما اگر کسی خودش را وادار به صبر بکند، الله متعال را توفیق به صبر می دهد. و من یتصبر یصبره الله. هر کسی که صبر را پیشه بکند، هر کسی که خود را وادار به صبر بکند، هر کسی که خود را تلقین به صبر بکند، توصیه به صبر بکند، زمینه صبر را فراهم بکند برای خودش، الله متعال او را صابر خواهد گردانید و ثواب صابران را الله متعال به او عنایت خواهد کرد. و ما اعطی احد عطاء خیرا و اوسع من الصبر. و هیچ کسی رو الله متعال بخششی و نعمتی بزرگتر، بهتر و گسترده تر از صبر نداده. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند که بهترین عطای الهی و گسترده ترین عطای الهی صبر هست. اگر کسی واقعا صبر داشته باشه، تحمل داشته باشه، مطمئن باشید که بزرگترین عطا و نعمت الهی را دارد. قبلا اگر به خاطرتان باشد در مورد صبر گفتم که صبر تنها این نیست که شما در هنگام مصیبت صبر بکنید.
صبر بر طاعت و بندگی الله متعال خیلی سخته. همه نمیتوانند که همیشه نمازگزار باشند. همه نمیتوانند که همیشه خوش اخلاق باشند. همه نمیتوانند که همیشه و همه جا راست بگویند. اما اگر کسی همیشه صبر بکند بر اطاعت الله متعال ارزش داره. و نوع دیگر صبر کردن از معصیت الهی، از محرمات الهی، اینم صبر هست. نوع آخرش صبر بر مصیبت هست. واقعا اگر کسی صبر داشته باشه بزرگترین نعمت را دارد. هم در باب انجام عبادات کاربرد دارد و هم در باب باز آمدن و اجتناب از محرمات کاربرد دارد و هم در هنگام مصیبت ها. پس بنابراین صبر همان گونه که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند عطای بسیار بزرگ و گسترده الهی هست. در روایت بعدی که از ابو یحیی هست، صهیب ابن سنان رضی الله تعالی عنه این روایت کرده، میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند عجبا لامر المؤمن، عجبا لامر المؤمن. چه زیبا فرمودند. عجبا لامر المؤمن یعنی شگفتا به وضعیت مسلمان، کار مسلمان، وضعیت مسلمان، حالت انسان مسلمان در دنیا واقعا عجیبه. وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم تعجب کردند، به شگفتی آمدند، یعنی این که واقعا جای تعجب داره. عجبا لامر المؤمن، چه عجیب هست، چقدر شگفت هست وضعیت مسلمان و مؤمن در دنیا. تعجبش در کجا هست؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند که ان امره كله له خیر. هر حالت و وضعیتی که بر مؤمن و مسلمان بیاید برایش خیر هست. یعنی شری برای مؤمن نیست، شری که شر محض باشه، منفعتی در آن نباشه. تمام وضعیت ها و تمام حالات انسان مسلمان و مؤمن خیر هست. خیرش هم خیر هست و شرش هم خیر هست. به تعبیر دوستان ما که شوخی میکنند میگویند که شر بلوچ بهتر از خیر عجم هست یا فارس هست، زیرا که شر در زبان بلوچی به معنی خیر هست. عجبا لامر المؤمن، خیلی عجیبه. خیرش هم خیر هست و شرش هم خیر هست. ولیس ذلك لأحد الا للمؤمن. این وضعیت رو کسی ندارد، این فضیلت رو کسی ندارد مگر مؤمن. این وضعیت ویژه مؤمنان هست. این که هم خیرشان خیر باشد و هم شرشان خیر باشد، این یکی از ویژگی های مؤمنان هست. از این چه بهتر. رسول الله صلی الله علیه و سلم توضیح میدهند این مطلب را. این اصابته سرا شکر. وضعیت مؤمن چگونه هست؟ اونهایی که اهل ایمانند متفاوت هستند از اونهایی که ایمان ندارند. مؤمن را زمانی که ضرر و مصیبتی بهش میرسد، زمانی که گرفتاری به اون میرسد، چه کار میکند؟ این اصابته سرا و شکر. اگر نعمتی به اون برسد، اگر خوشی به اون برسد، اگر شادمان بشود، شکر میگذارد. هیچ وقت نه غم و اندوه مؤمن را از الله غافل میکند، نه خوشی و شادمانی. این ویژگی مسلمان هست. مؤمنان این گونه اند. اگر خوشحال باشد، در ناز و نعمت باشد، سلامتی و صحت و عافیت داشته باشد، شکر میکند. اگر بهش علمی برسد، بهش مالی برسد، بهش سلامتی برسد، بهش فرزندی برسد، خوشحال باشد در دنیا، شکر میکند. فکان خیرا له. خب برایش بهتره. جالب اینجا هست که علما میفرمایند که شکر نعمت خودش یک نعمت هست. ولئن شکرتم لازیدنکم. خود این که شما شاکر باشید
یک لقمه ای رو، غذایی رو که خوردید بگید الحمدلله، یعنی یک عبادتی رو انجام دادید و در مقابل این الله متعال به شما پاداشی میدهد و خود این یک نعمتی هست که الله متعال به شما عنایت کرده و شکرگزاری مایه برکت در رزق هست. مؤمن رو اگر خوشی بهش برسد شکر میکند، فکان خیرا له، برایش خوبه، هم عبادتی رو انجام داده و هم رزق و روزیش اضافه می شود و هم این که الله متعال از او راضی هست. و این اصابته ضراء صبر، اگر مصیبتی به مؤمن برسد، اگر مریض بشود، مبتلا بشود به دردی و رنجی، اگر مالش از بین برود، اگر عزیزی رو از دست بدهد، اگر غم و اندوهی در دنیا بر اون بیاد، مؤمن چه کار میکند؟ صبر میکند، شکیبایی میکند، صابر هست. فکان خیرا له، اینم برایش خوبه. الله متعال آنگونه که میفرماید انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اونایی که صبر میکنن پاداش بی حسابی رو الله متعال به اونها میدهد. اگر مؤمن خوشحال باشد شکرگزاری میکند، برایش خیر هست، و اگر بدحال باشد، مریض باشد، مصیبتی بر اون بیاید، صبر میکند و باز هم بزرگترین پاداش رو الله متعال به اون عنایت خواهد کرد. پس بنابراین ثمره صبر در هر صورت به نفع مؤمن هست. مؤمن اگر خوشحال باشد شکر می کند و اگر مصیبتی بر اون بیاید صبر می کند. هر دو صورت آنگونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند برای اون خیر هست. پس بنابراین من و شما باید این شادمانی رو و این مژده‌ای رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم به من و شما دادن همیشه مد نظر داشته باشیم. اگر خوشحالی الله را شاکر باش، اگر غمگینی باز هم شکر بکن، باز هم رضایت داشته باش، صبر بکن، این برای تو بهتر هست. امیدوار هستم که الله متعال در خوشی ها ما را توفیق شکرگزاری بدهد و در سختی ها ما و شما را توفیق صبر و شکیبایی عنایت بکن. تا برنامه دیگر شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله.